بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، ایتاء الزکات. پروسه شیطانی طلوع فاسق را هر کسی در آن اشتراک کند بر وی آتش جهنم سزاوار خواهد شد. لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. لا آفرین، ما منتظر هستیم، بفرمایید. روز و شب تو راهنما باشه چند نفر اینال وقتی که یک هنرمند وقتی که میخوای بخونه، بله، مردم میخواین که چون انترتین است، مردم میخواین که صورت تو ببینن. بله کاملا راست میگی. در این قسمت چی میتونی برام بگویی؟ انشالله مرحله بعدی. در مرحله بعدی. چون این بار اولم بود در این پروسه فاسق طلوع شرکت نمودم. نشان دادم به تمام جهانیان که من یک زن عفیفه بودم، یک زن با حجاب اسلامی بودم. همین تلویزیون فاسق طلوع باعث شد تا حجابم را در مرحله بعدی هیچ نمایم. الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة. مردم نمیخواهند صورت این خواهر عفیفه را ببینند، چون شما آرزو دارید تا این زنهای عفیفه اسلام را به جهانیان به نحو استهزا نما نمایید. ایتاء الزکات وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بیا به آغوش غرب، بیا که حجاب و پرده‌ای که تو در آن رازهای فامیل خود را حفظ نمودی امروز همه را به فحشا و مبتذلات مبدل می کنی. و به هر صورت دوستان گرامی، اینها همه نشان می دهد که مانند یک بازی عقب پرده‌ای درست شده باشد و یک زن با حجاب را اینها در صفحه تلویزیون ظاهر بسازند تا زنهای عفیفه اسلام را مانند خود از خانه هایشان بیرون آورده و به نحو فاسق مانند خود جلوه دهند. ورفقا صلی علی محمد. السلام علیک یا